کراس داون یا لو پولی کیبل کراس اوور رو میخوایم با هم مرور بکنیم. برای اجرای این حرکت یه مقدار باید از دستگاه فاصله بگیریم. دستها باید کاملا همچین وضعیتی داشته باشه، صاف نباید باشه، آرنجی کوچولو باید خم باشه، سینه باید صاف باشه، اینجوری نباشه. برای اجرای این حرکت باید در مسیر کابل دستامون حرکت بکنه. یه تحت تنش قرار بدیم.